یا قصد چه حالتون چطوره؟ مثلا براتون قصد 3 یا موگیمو بگیرم که ببینیم چه چیزایی در پیش داشته باشیم. این ویدیو خیلی خفنه، حتما تا آخرش نگاه کنید. بریم که ببینیم بچه‌ها. خب بچه‌ها من مثلا اول ترکیب تیم بهتون نشون بدم. اینجا و رونالدو، سان، مسی دیگه، راموس اینا همه هستن. ترکیب تیم. حالا بریم ما حالا بازی بعد تا ببینیم که چی در پیش رو داریم. انشالله که برده خوبه. اول ببینیم کیا چی گفتن. این باکس داریم اینجا. کجا بردش نیست. بازی کن. بذاریم اینجا فرانسه از کجا از تیم اون چی میگن پایین تری که مثلا تو فوتسال بازی میکنن از اونا یه بازیکن در بیاریم تو آکادمی اصلی. اینم که اسم مولا هم نداریم. خب بریم برای بازی هایی که ببینیم چی در پیش رو داریم. بودا بیا بایست الان یه کار میکنم قشنگ برسیم به روز بازی. بچه از که میدونیم لیگ دسته یکم که هستیم خوبه. این که خوبه لیگ دسته یکی ما اینا رو میدونم. بازیکن کجا وای میسه؟ نه نمیخوان. داریم رونالدو رو. نه نمیخوان. بری جایی دوست داری بود. هر چه دوست داری بود. خب اینم که از این بریم تو اینجا آسید. از اینجا اینم که آقا بازیگرم قشنگ داره بردیم. البته باشه من هر بازیگرم دیگه با پست گذاشتم گرفتم ویدیو. تا کجا این ویدیو؟ خب بزنیم بیا تا 12 بودو که ببینیم چی میشه. چیزی در پیش رو داریم. به نظرم بازیکن بچه ما فعلا نخریم. بذاریم تا آخر فصل که مثلا تیم خوب شد یه جام گرفتیم بریم بازی بخریم. الان 3 تا بازی مهم داریم. یه دونه اوی کاپ، چند تا هم 3 تا هم اوی لیگ و هوم لیگ و اوی لیگ داریم که همون تو لیگه. تو برین هم تو لیگه. بازی مهمی داریم پس خوبه. اول بریم بازی که داریم با کجا؟ آرسنال دیگه فرصت رو چه پیام هایی مادن اینو ببرشون. بازی کن آواره برام. اوورال کجا بازی میکنه؟ خیلی خوبه. اینو بزرد میه داره میده یا بخواد میمونه تو تیم. خیلی خوبه دفاع. من داره میخواه بود خدافز. این چیه؟ تو کجا باید میسی؟ تو رو نمیزن بریم. اینو میزن حالا هرکی درخواست. این هم نه. اینو دیلیت میزنیم نره. حالا یه کاری میکنم یارو نخردش ازم بایستید. اینقدر پول میخوام تا اینو بخریم. 131 تو کجا داری میری؟ بایرن چقدر خوبه. برو. خداحافظ شما برید. اونایی که میخوام نه اونایی که همون دوبارم باشه میکنم. اینه هیچی پلایر چت پیامی هم دادم به بازی کنه بچه ها بهمون اسکیپ. خب این دوشفرم میزنیم که بریم برای بازی. انشالله که بازی با برد پیش رو داشته باشیم که ببریم. بودو ساله بیا.
بچه قطعا این تا موقعی که این میاد و این صدقایی که بهتون میگم انجام بدید. لایک کنید حتما، زنگوله رو آن کنید، منو ساب کنیم، کامنت هم بذارید بچه ها. خیلی مهم که این کار انجام میدید برام. این کارا خیلی مهمه که ما چنلمون بره بالا، مثلا چند نفر بازدید کننده داشته باشیم. آره دیگه بچه تو ماه یارو اونا. بله حالا کریس رونالدو تو میگیره میره برای موقعیت یه پاور شوت، بزن مسی. وای بچه بدبخت شد، موقعیت از دست میده کریس. اشکال نداره، رو خودم تو یه بازگشت بده، موقعیت حمله است. ببینیم چی میشه. سریع برای بده اینم که وای چه بد توپ باید دست دادم. حالا این موقعیت میره برای آرسنال تو دقیقه 63 میگیریم توپا و حالا یه موقعیت خوب بیفته برای سان. فکر آخرین موقعیت ما بچه ها که حتما باید این رو تبدیل به گلش کنیم. تو رو خدا نکن، نه اوی تو رو خدا بگیرش، گلش کن. واه بچه این بازی هم مساوی شد، اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست، اشکال نداره، میبریم. فقط ببینیم جدول چندمی. اگه اینجوری باشه بازیامون که قشنگ معلومه صعود میکنیم. 8م جدول برام بازی ما کجا؟ حالا پریمیر 8میم، 2 تا امتیاز هم داریم با اول جدول. حتما باید ببریم بچه، نبریم تیم قشنگ سقوط میکنه میاد پایین. اینا رو فقط سریع بزن که ما بریم برای بازی. این بازی رو حتما باید ببریم. تو خونه هم هستش، بله خونه خودمون. این بازیکن هم داره میره بایر مونیخ، 67 میلیون دلار داره میفروشیمش. خدافظ، میموندی هم نیاز نداشتیم بهت، ولی موقعی که تعویض می‌کردیم مسی هم که نمره ای داره با مطمئن بازیکن نمیده هشت برش. بودو سریع زودتون سریع بریم که برای بازی بعدی. بازی میرسه با اینا رو ولش کن. بازی میرسه با آرسنال. اینا چی هم؟ این رئال هم که اینا یه بازیکن خریده، این هم که یه تیم دیگه تو پریمیر لیگ بازی داریم، اما لیگ خودمون. بودو ببخشید بچه های داره طول میکشه، بودو بیا خب اومدش. به بله نیم تو دنگره یارو نمیز دنگره. یه تک به تک کریس با دروازه‌بان. کریس برو کریس گل کن، کریس تو رو خدا گل کن. گلش وای این چرا گل نشد؟ اشکال نداره، راموس تو بالا میگیره. تو رو خدا بذار برگشتشو من خودم برم. این نباید گل بشه، این به هیچ وجه نباید گل بشه.
این نباید گل بشه. حالا رونالدو هم دیگه پیر شده، هر چه موقعیت میده به این به رونالدو. حالا بازی کن رونالدو چه کله میزنه کریس. به کریس چه کله میزنه. چه آهنگی هم گذاشتم. انگار چیزه اینو یه خودم تنظیم کردم. انگار داری ورزش 3 میبینی. حالا کریس بنودم گل رونالدو. شماره 27 2 گل توی بازی میزنی. دبل رونالدو و تمام. استون ویلا تیم اف سی 2-0 میبره. تیم اف سی کریس هم 2 گل خوشگل میزنه. نمره 10 هم میدم بهش. بریم چندم جدول. استون ویلا رو بردیم. خب اومدش اینم که داره نشون میده. الان میریم جدول هم الان این بازی داریم تو اینو بلش. شما بیاد پریمیر لیگ رو ببینید. ما جدول چندمی اینجا کجاست؟ چه جدولیه؟ ها آمریکا کلابه بلش. اینجا هم که رئال برده این یارو. اینجا نمیدونم بود کسی نیفتادیم بچه. حالا اینو بلش نمیدونم. میبینم که بلش کن. به پریمیر لیگ شدیم 5م جدول. فقط 2 تا امتیاز فاصله داریم با اول جدول. اول جدول یا چندم دقیقا 3 دوم اول. چیزی نیست. اگه بازی کنیم خب میرسیم بچه ها. بریم برای یه بازی دیگه که ببینیم چی میشه. اولین بازی اوی کاپه توی جدیه. نمیدونم کجاست ولی ببینیم. مسی پایم بده. ما میایم به مسی اینو بدیم که خیلی پایم بشه. سعی بریم برای بازی دیجون اسپانه است. این هم ببریم که خیلی خوبه واقعا بچه ها. نیاز به بردن هم داریم قطعا. ببازیم که قشنگ سقوط میکنیم. واقعا یه چیزی دکمه دیگر زدم. اشتباهاتون بکنم بچه. اشکال نداره ولی ما میریم. خب بچه دوباره بهتون میگم لایک و ساب فراموش نشه. زنگولم آن کنید لطفا. این 3 تا کار رو واقعا انجام بدید بچه ها. خب بله سری چرا نگاه همه بازیکن‌ها رو تو جنگل جمع کردن بهشون گفتن بیاین بازی کنید. بین حوزم پنالتی. آقا مسی پنالتی. این گل میشه. مسی گلش کن. گله بنازم. خوشحالی رونالدو. بریم رونالدو خودش کن. بنازم چه گلی میزنه. سانم که میاد مسی بغل میکنه. بریم برای ادامه بازی. کی میزنه؟ یه بازیکن بگو بیاد. مسی بزنه. برش کن. هر کی میزنه بزنه. من پاس میخوام بیاد. یا بیاد جلو داشت. مسی کی؟ ددن
بنوزم وای کورنر شد بچه. حالا از این ور میدم به مسی، از اون ور میدم به یکی دیگه. میدم بهت، بده به من، بده به خود مسی، اشکال نداره. مسی وو میگیره دروازه نداره. حالا یه موقعیت برای سان به وجود میاد، رونالدو هم اونجا هستش، میذاره رونالدو بره تو، بره جلو، یه دونه سانت میکنه برای کیس، بنازم سانت، دروازه‌بان رو دیریب میکنه رونالدو. 2-0. خوشحالی گلش هم میره سو. حقت بود این گلو بزنی رونالدو. حالا دوباره موقعیت برای سان، یونگ سان، یه دیریب البته یه بغلش نچون، برو تو مسی. رونالدو کله رو میزنه، تموم نشدنیه رونالدو. سو حالا دوباره یه موقعیت برای برای یام تیم، ببینیم چیکار میکنه. برو رونالدو، برو رونالدو، برو زدم بیرون بچه، اشکال نداره. دوباره رونالدو میتونه بره گل 4 بزنه و هتریک کنه. خود تیممون که هتریک کرده، ولی بذارید ببینیم رونالدو چی پاس میده. مسی یا این چه گلی. مسی با پاس رونالدو. بفرستم تو، برو تو، برو که بفرستم. برو بزن. وای اشکال نداره. بازکاری میکنیم دقیقه 83 بریم که گل، اشکال نداره. و نتیجه 4 یه گل چجوری زدم، اشکال 4-1 میبره یامو تیم. این آزم به این بود. مسی هم 9 ده، رونالدو 10، سان هم 9. ولی عجب پاسایی گرفتم مسی و رونالدو. پاسایی که سان داد، بایر داد، بایرش چیه بازیکنه داد. ولی خیلی خوب بودم بچه. این بهترین بازی شد. این بازی قبلی بود بچه. اون آنجا بودشن خب بچه ها اینم بود تا اینجای ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی دیر زدم بچه ها، رد شد اشکال نداره. ولی تا ویدیوی بعدی این دستانه پیس.